این شریعت اسلام بهترین شریعت است. هر امر و سفارشی که کرده است محض برای فایده شما. هر نهی که کرده است، هر کاری که حرام کرده است برای شما ضرر دارد، برای دین شما، دنیای شما، عقل شما، روح شما، جان شما، جسم شما، مال شما، آبروی شما ضرر دارد. برای همین نکن گفت. لیکن شما اگر سرکشی کنید و میکردید گوشید کردن گیرید. اعملوا ما شئتم. الله تعالی میگه که چی که خواهید کنید. زردوشت میشوید زردوشت شوید، کافر میشوید فمن شاء فلیؤمن، کسی خواهد ایمان بیارد، و من شاء فلیکفر، کسی که خواهد کافر شود جزایش رو میگیرد. فردا به طبق عملش در پیشگاه الله تعالی جواب میگوید. الله تعالی حاجت به عبادت شما ندارد. شما روزه دارید، شما نماز خوانید، شما پایبند این دین مقدس اسلام شد، به الله تعالی هیچ فایده ای نیست. یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك في ملک شیئا. الله تعالی میگه ای بندگانم، اگر اولین شما و آخرین شما، یعنی آدم علیه السلام، آخرین شما انسانی که پیش از قیامت یا لحظه پیش به دنیا می آید و قیامت قایم میشه دیگه، زمین و زمان بر هم میخوره، اولینتان و آخرینتان، انسانهایتان و جنهایتان، كانوا على اتقى قلب رجل واحد منکم، مثلی با تقوادارترین مردی روی دنیا، تقوادارترین یعنی پرهیزگارترین، خدا ترسترین مردی روی دنیا این جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم است. همه شما اگر مثل محمد صلی الله علیه و سلم یک بنده پرهیزگار و بنده با تقوا شوید، من زاد ذلك فی ملکی شیئا، این در ملک می چیزی رو زیادتی نمیکنم، من بای نمیشم، میگه الله تعالی. و در دوام حدیث قدسی در صحیح مسلم است میگه که یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم كانوا على افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك من ملک شیئا. ای بندگانم، اگر اولین شما، آخرین شما، انسانهای شما، جنهای شما مانند فاجرترین، کافرترین مردی روی دنیا باشید، از همه کافرترین مردی روی دنیا، گناهگارترین مردی دنیا، مشرکترین مردی دنیا کی باشه، اگر همه شما مثل آن باشید، ما نقص ذلك من ملک شیئا، این از ملک من چیزی کم نمی کند. من عمل صالحا فلنفسه، کسی عملی صالح کنه بر فایده خودش است، بر فایده الله تعالی نیست. و من اساء فعلیها، کسی گناه کند، عملی بد کند، ضرری خودش است. بنابراین کدام انسانی که به هر یک معیده و کلان شریعت عمل کند، بر فایده عمل کننده است، هم فایده های دینی و هم فایده های دنیوی آن را، میوه آن را میگیرد. و من اساء فعلیه، کسی که اگر ظلم کند، گناه کند، خطاگی کند، بر ضرر خودش است. و ما ربک بظلام للعبید، پروردگار تو برای بندگانش ظلم کننده نیست. الله تعالی ظلم نمی کند. الله تعالی ظلم را برای خودش و برای بندگانش حرام کرد.